در مملکت‌های خود مشیدگی است. یک ملا به دست یک روز یک جا مسافر میافتد، مسافر میافتد در مسجد همراه قوم همون محله نماز میخواند. قوم غلط میخونند، بعضی واجبا را ترک میکنند. حیران میشود قومی که نه قومه دارند، نه جلسه دارند، نه تعدیل ارکان دارند. بعد نماز ملای همون قوم امامشون نصیحت کرد که برادر تو خطا کردی، باید انهی خیل میخوندی، انهی خیل میخوندی و تر گرگ سرت میکنه، خدا جان تماس کنه. آخی همین نرم و ملایم بخون، تعدیل ارکان واجب است. قومه و جلسه را امام ابو یوسف فرض گفته است. اگر چند فتوا به قول امام اعظم ابو حنیفه و امام محمد است که سنت است، اما ترک سنت وقتی قصدن میکنی رود در گور، از کجا تو امید شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم کرده میتونی؟ ها این ملا فرستاده دانو نبوده، مثل مصعب گپ زدن نمیتونست. ایمی اول شدت کرد. وقتی او امام محله را در پیش قومش که بی سواد گفت، بعد قرم یک روی را گرفت گفت بی سواد تو ما درست خواندیم تو غلط گفتستی. هر دشت جنجال کار اخیر به کشمکش و به قد رسید. با مردم جدا شو کردن، گفتن چی در داره شما دو ملا ساز نمیگیری؟ باید تو چی اختلاف است؟ با این ملای عالم گفت که آخی غلط میخونه، همین امام تو از بس که سواد نداره شما را درست نفهمونده است، قاعده و قانون نمازخوانی خیلی نیست آخی. اما ملا گفت که روش سیاه میکنه، دروغ میگه، خودش خطا کرده است. بعد یک نفر از بین مردم انتخاب کردن، داور موندن سودیه. گفت حاجی هر دو تا امتحان میکنم، کدام از امتحان گذشته حق به جانب همو. خوب گفتن. بعد امر کرد یک قلم یک دفتر در نزد هر کدامش ماندن، بعد گفت مار بنویسه، مار به همین خط عربی. اون ملات علم به دست آخی میم الف را نوشت. این ملا یا بی سواد نوشته نمیتونسته، گریب یک خطی مرموره کرده میتونه. اگه داور اومده است باید داوری کنه، بیچاره داور خط خونده نتونه، خط نشناسه. نگاه کرد گفت قسم به خدا همین نوشتگی ملای خود بو به مور بوننده، هم ملای خود بو راست میگه. بیچاره اون ملا را به حد میزننش که نیم کشتش میکنن. بعد با واسطه میشوه امام خلاصش میکنه، میگه دیدی دفعه دیگه بیاد بفرمون سنسارت میکنم، گم شو پوتا بکش. حقیقتا هر چیز داور باید حکم کنه. وقت بری قریظه ابله کی است که مثلا حکم خدا و حکم پیغمبر خدا را میکرده است؟ لافانتین یک شعر داره، ابوالقاسم لاهوتی همون را به فارسی گردونده است، بسیار به مورد است. من امیر هفته گذشته در مسجد داملا احکام الدین خواندم، چند تلفن شد که داملا التماس امر یا بردیا تکرار کن، بسیار حیاتی است. میگه از همه خاطر اگر جایش تکرار شود انشاءالله نور علی نور می شود، زیرا در ذهن من خوبتر می شیند. ما انشاءالله در موضوع دعوت مردم یثرب، قبول اسلام از جانب مردم یثرب، شهری که بعداً با نام مدینه الرسول یا مختصراً مدینه در اطراف و اکناف عالم نامش پهن شد و تا به امروز از بزرگترین شهرهای جهان محسوب می شود از جهت قدس و بزرگی. انشاءالله در اطراف همین موضوع صحبت میکنیم. داملا گفت که من درباره اسلام آوردن بعضی قبایل عرب، بعضی نمایندگان دیگری غیر قریش با اونها صحبت کردم، یعنی با قوم. از همین خاطر ما پشت اسلام اونا نمیگردیم. اما در موضوع آن که چی نوع مردم یثرب چنگ به اسلام زدند، چی نوع با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردند، انشاءالله صحبت میکنیم. در سال 11 بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم، حضرت شب همراه صدیق اکبر، همراه دوستش در میان قبیله ها گشت گذار میکرد. این در ماه حج بود، در موسم حج. قبیله ها از تمام نیم جزیره عربستان به خاطر زیارت خانه خدا آمده بودند در موسم حج و حضرت هم همین فرصت غنیمت میدانست. اگر چند بعضا سخنهای قبیح ناشایسته میشنید، اما لحظه
ساعت دعوت خیش را، تبلیغ خیش را قطع نکرده است. شب اومدن ناخواست به گوششون صدای یک چند نفر رسید. حضرت به ابوبکر صدیق گفت بیا نزدیکتر رویم، این مردمی شب زنده دار هستند که انشالله شخصای صالحند. آمدن 6 جوان یثربی در عقبه نزدیک به همون جمرات، جایی که سنگ شیطان سنگ میزنن، نشسته و به هم صحبت داشتن. حضرت صلی الله علیه و سلم نزدشون آمد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جواب گفتن و علیکم السلام. چی سلام زیبایی، بسیار سلام عجیب، ما چنین سلامی را تا هنوز نشنیده بودیم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من پیغمبر و فرستاده خدا محمد صلی الله علیه و سلم هستم، از جانب خداوند به سوی شما مبعوث شدم. الحال اسلام براتون عرضه میکنم، اگر خداوند هدایت تو کنه اسلام قبول میکنه، اگر در ضلالت و گمراهی که مانده خاک توکل تو به خدا. و وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم از قرآن آیه چند خواند، وقتی که از اسلام سخن گفت، اگه شما تصور کنید که یک قاری خوش صدا قرآن تلاوت میکند، آب و ادا میشیم. از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن قرآن چقدر لذت دارد. دیگر به حد شیفته شدن، گفتن چی گوییم که مسلمان شویم. حضرت کلمه را براشون عرضه داشت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و این 6 نفر به یگان اندیشه کلمه شهادت به زبان راندن. اینها کیها بدن؟ مسلمان ها باید نام قهرمان های خود بدانند، تاریخ قهرمان های خود بدانند. این 6 جوانی حضر، جوانی صالح، اسعد ابن زراره، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قتبه ابن عامر، عقبه ابن عامر و جابر ابن عبدالله ابن رئاب. جابر ابن عبدالله ها زیادتر برای یمین نامی باباشم گفتم. همین 6 نفر بودن. وقتی که ایمان آوردن گفتن یا رسول الله، ما قومی را در مدینه ترک کرده و به زیارت خانه خدا آمدیم که در جان همدیگر تشنه هستند، در خون همدیگر تشنه هستند. هر سال بین ما جنگ جدال می شود، بهترین جوانان به قتل می رسد و مردم بسیار بسیار آشفته هستند. الحال با آمادگی برای جنگ دیگر دارند. اگر خداوند توسط تو همین جنگ خونریزی ها را قطع سازد و اگر این مردمی اوس خزرج که اصلشون بگیریم از یک پدر و مادر هستند، از یک قوم قبیله خارج شدیان، اگر اینا اصلاح شوند، بینش صلح و دوستی و مودت برقرار شود، بزرگترین کار می شود. قسم به خدا. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت چی جای اوس خزرج؟ من مبعوث بر آن گشتم که تمام مردم عالم در صلح، در دوستی و در محبت، در مودت زندگی کنند. ولی اوس خزرج دو قبیله خردته کن. به همین طریق 6 نفر جوان از یثرب در سال 11 بعثت که شاید به سال 619 میلادی موافقت کند اسلام آوردند. سال آینده یعنی که در سال 12 بعثت که برابر به سال 620 میلادی است، 620 میلادی ماه ایول تابستان بود. الکی در همون موضعی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم وعده کرده بودند 12 نفر جمع شدند. از او 6 نفری پیشینه 5 نفر شد. فقط جابر ابن عبدالله ابن رئاب نتوانسته بود اون سال به حج بیاید، 5 نفرش بدن و 7 نفر دیگر با این 5 کس همراه شده بودند. معاذ ابن حارث، زکوان ابن عبدالقیس. ای بچه کمانده اسپانیا و گولندیا را 12 ایگره که دیاد تو میگیره. آخه این قهرمان های اسلام هم چی مشکلی داره ایرا دیاد گرفتن؟ دیاد بگیره بچه ها. خب گفتیم معاذ ابن حارث،
زکوان ابن عبدالقیس، عباده ابن صامت، یزید ابن ثعلبه، عباس ابن عباده، ابوالهیثم ابن تیهان و عویم ابن سعیده. همین دو نام آخرش مشکل ترن نه؟ ابوالهیثم ابن تیهان و عویم ابن سعیده. همین دو نفر از قبیله اوسن. 10 نفری باقی مانده کلگی از قبیله خزرج. اگه ببینه شرافت دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شرافت اسلام که باری اول اوسی ها و خزرجی ها در یک معرکه نشستند با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردند، ایمان آوردند. این باری اول بود دو دشمنای غدار خونخوار در یک جا جمع آمدند. این شرافت اسلامی بزرگ است. و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم درخواست نمودند که یا رسول الله، یک نفر از مقری قاری های قرآن نزد ما بفرست، همراه ما به مدینه رود تا اینکه مردم یثرب، مردم مدینه را به اسلام دعوت کنیم. حضرت صلی الله علیه و سلم از میان صحابگانش اندیشه کرد و مصعب ابن عمیر عبدری را اختیار کرد. مصعب ابن عمیر یکی از جوانترین صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدای تعالی براش یک حسن بسیار زیبا داده بود و بسیار جوانی زیکه بود. زیکه را میفهمید؟ بهترین لباس ها را میپوشید، بهترین عطرها را استفاده میبرد. این پسری یگانه مادری ثروتمند بود. پدرت ثروتمند باشه و برد نمیکنی، برای که پدرت غیریت با چند فرزند دیگه داره. ای اوچای ترم که نداشته باشه ای دیگر مویندرات صغیره داره. نه که وقت فرزند یگانه مادری ثروتمند باشی همیشه فوق در اوغن ای. بهترین لباس ها را میپوشید، بسیار صاحب جمال بود. وقتی که مادرش فهمید که مصعب ابن عمیر مسلمان شده است، زد ای خونه پیشش کرد، دیگه پولش نداد، نگاهش نکرد. جوانی ناز پرورده گلی لباس هم میپوشید، گلی طعام هم میخورد. یک باره در مشکلی ها غلطید، آفتاب تفسان حجاز وقتی که تافت دیگه مثل مار بر این پوست پرتافت. همین چخیلی که مار یک لخ پوست میپرتاید، بیچاره هم تا یک لخ پوست پرتافت. در افتا و سوخت پخت لباش کفید. یک روز چشم مادرش در فرزندش غلطید، گریان شد. گفت این دین اینقدر دینی بزرگ بود است که تو به خاطر این دین همه مشکلی و مشقت ها را تحمل میکنی؟ مایلش بیا گفتم پیروی که دین خطا بیا اکو. بسیار جوان زیبا، جوان سخنگو، قاری قرآن، لحن زیبا داشت. حضرت همین را اختیار کرد. فرستاده باید که دانا بود، دلیر و خیرتمند برنا بود. شخص اگر که جای فرستاده بر رسولی باید یک آدم خشگپ و خشچکچک، آدم زیرک دانشمند و شکل صورت هم زیبا را بفرسته. و حضرت صلی الله علیه و سلم واقعا بهترین جوان انتخاب کرد از میان اصحاب خود. مصعب آمد همراه این 12 نفر مسلمان و در خانه اسعد ابن زراره مهمان شد. این 2 نفر جوان بعد به تعلیم اسلام و به تبلیغ اسلام شروع کردن. کمر بستند، برای دعوت میبرمدن، گاه به این دره، گاه به او دره، گاه به این محله، گاه به اون محله و مردم به اسلام دعوت میکردن. از نیکی های اسلام و از بزرگی خدا براشون صحبت میکردن. آهسته آهسته اسلام انتشار یافتن گرفت. گفتیم که مصعب ابن عمیر بسیار خدمتی بسزا و ارزنده کرده است. یک گوشه از همین خدمت مصعب ابن عمیر که تمام تاریخ ها میارن، من میخواهم به سمع شما برسونم. با نگین که همین گپای عمومی بسیار گفته است. باره اسعد ابن زراره که خودش اصلا خزرجی است، از قبیله خزرج است، مصعب همراهش گرفت و به نزد قبیله اوس رفتن. در میان قبیله اوس بطن عائله از همه قوی ترین و بقوترین که سردارای قبیله اوس همیشه از همین عائله خارج میشد، قبیله بنی عبدالاشحل و بنی ظفر بود.
اینها آمدن به نخلستان بنی ظفر داخل شدند. یک باغی خرما بود، همونجا داخل شدند. بعد مردم دعوت کردند همراهشان درباره اسلام و درباره شرافت محمد صلی الله علیه و سلم صحبت آغاز کردند. سردار قبیله بنی عبدالاشهل و تمام قبیله اوس سعد ابن معاذ اتفاق ایزیدی همراه چند از دوستان و چند از یار و رفقای خود نشسته بود. وقتی دید چون اوضاعش بجا شد، سعد ابن معاذ که تصور کنه که در قبیله اوس حکم پادشاه را داره، از بس که اسعد ابن زراره پسر خالش بود، خاله بچه شای، اگر چندی از دیگه قبیله است نه که پسر خاله شای، خاله ایره زراره گرفته بود، زراره خزرجی نجاری. از همه خاطر اسید ابن حضیر یک جوان پهلوانی زیبایی سرور دیگر را نزدش دعوت کرد. اورم یکی از سرورای قبیله است. گفت گوش کن اسید، همین دو نفر را میبینی اومدیان مردم ما را گمراه کنن، ضعیفا و بیچاره های ما را عقیده شون ویران میکنن. از بس که اسعد ابن زراره پسر خالم است، من شرم میدارم که برم هم خیش بچه ما دشنام حقارت کنم. از همین خاطر تراو گفت بزنه بوخ پیشان که تحقیقشان که دیگر با محله ما و با مردم ما نزدیکی نجویند. قسم به خدا گفت اگر خیش تباری نمیشد با اسعد ابن زراره من ایو را میرفتم پای شتم میکشیدم، شت شب کرده پیش میکردم. اسید ابن حضیرم جوانی پهلوان بود. نیزش در دستش گرفت و بعد به عربده و به سیاست اومد طرف شد، اشتلم کرده و سری سینه‌ش پیش دوانده، حرکت‌های پهلوانانه کرده. یادم است والله علم سالی 2003 یا 2004 بود، بار همراه یوسف عبدالسلاموف در یک جا نشسته بودیم. با جوان بسیار صالح نمازخوان یوسف عبدالسلاموف، میدونی نه؟ قهرمان از گشتنگیر از در گشتن طرز آزاد در المپیاد جای دیوم گرفت، هم بلندترین مرتبه را این مرده گرفته است یوسف عبدالسلاموف. بعد گفت دوملو برای چی؟ گفت همین جوانای شما همین طرح میگردن، حالی رضریت گرفته است نگرفته است، اگه کاندیداتیش رو بسته همین تکتیفک زده و بعد کنده سینه را پیش میکنه و بعد دستاش همین تمت حرکت میکنن. گفتم یا مردم هم میترسونن، رقیباشون به همین راه واسطه میترسونن. بعد گفت رقیب زور باشه و نترسه چی؟ گفتم رقیب زور کی باشه با یا اون رقیب زور میترسن. بعد در میدان که برمدن دست پشت لرزه میگیره، گوشت گرفتن نمیتونن. همطوری حزب شوخی باید مراد بدل شده بود. حقیقتا اسید هم همون کتف زده و سیاست کرده اومد ناز شو که شما چی رو معقول میکنه در این باقی ما درمده تز سویتون رو گم کنه ایجا دشنا و محقولت زیاد کرد که دیگه من همیجا نبینم تون. مصعب بسیار دلیر بود. این شخصایی که مکتب محمد صلی الله علیه و سلم مگذشت یان ایو را به همون یک خراب میترسونی، با یک حسن معامله و معاشرت زیبا. گفت یا اسید. وقتی که اسید به اومد اسعد ابن زراره تاکیدش کرد که این یکی از سرورای علم قبیله است، اگر به شرطی که تو بتونی و ایران مسلمان کنی انشالله کارمو به اوج میرسه، بسیار فایده و منفعت زیاد از ایمان میگیریم. از همین خاطر مصعب هم با یک نزاکت زیبایی گفت یا اسید ما تو را سخت احترام میکنیم، تو را پدرت قهرمان بود. واقعا پدر اسید ابن حضیر یک قهرمان بود. 2 سال قبل از همین واقعه که ما بیان کرده استیم بین اوس و خزرج جنگ شد. قبیله خزرج شمارهشون نسبت اوس زیادتر بود. از همین خاطر او جنگ با نام جنگ بعاث معروف است. در هنگام جنگ اوسی ها شکست خوردن گریختن. بعد از قفا خزرجی ها طعنه‌شو زدن که شما همین مردی داره، همون تکی از برین ایزور کرته پوشه اوخی ایزور زنکی پوشه، چو بگیره شما مردی را. و همین سخن به گوش پدر یعنی اسید به گوش حضیر رسید که یکی از سردارای اوس بود. شما ناموسی برده که ببینه نیزش گرفت در ران پشت انداخت و خودش از پرتافت.
وقتی که قبیله دیدن که سردارشو زخمی شده است، او نفهمیدن که این خودش چه زخمی کرده است. اومدن بالای سرش که بیا برداریمت. گفت نه، قسم به خدا همین جان نمیجنبم، از این حال مردن تان شما را به ناموسا زن فرزندتون هم پر تو یک جا میگریزه، بگذار مرا در همیشه پورا پورا کنن خزرجی ها. شرم حیاش در تاریخ به نام شما میمونه. وقتی این سخن اوسی ها شنیدن دیگه موندن بیچاره به یگان راه و وسیله، قفا گشتن. از بس که علمکی بدن چنان به شدت جنگ کردن که خزرجی ها را شکست دادن. بعد خزرجی ها بگریختن. در جنگ بعث آخران جنگ قبیله اوس که شمارش کمتر بود غلبه کرد و به شرافت انمی پدری همی اسید حزیر که به همین راه و وسیله قومش از گریختن باز داشت و به هجوم گذاشتن غلبه کردن. مصعب ببینه از جای جانش قپید. پدر یک کس تعریف کنه البته معقولش میشه. گفت ما پدری تر تاریخش شنیدیم، بسیار جوان مرد بود است، تا شیر بچه‌ام فرزند یعنی پدری غیور استی. من یک دهنگاب دارم. گفت یک لحظه قطیمون بشی، گوش کن، اگر قبول کردی خوب و نقص، اگر که نکردی تست سویمون میکشه به اینجا میریم، هرگیز دیگه نمیاییم. گفت انصفت، بسیار گپی خوب گفتی، انصاف کردی. حقیقتا مرا چی معنی کرده است از گوش کردن گپی تو؟ نیزه را گرفت در زمین خلانده، اومد در پهلوشان شیشت. خیلی خوب گپ زنه، چی گپ داره؟ مصعب رضی الله عنه در ابتدا چند آیه از قرآن تلاوت کرد، چنان با جذبه، چنان زیبا. اسعد ابن زروره میگه قسم به خدا در چهره اسید دیدم حال اسلام را آورده رو شکفت، چهرهش دیگه در برق زدن در اومد، چشماش روشن شد. سبحان الله. گفت این چی کلام است؟ مصعب گفت این کلام الله بزرگ است که توسط محمد صلی الله علیه و سلم به ما و شما نازل شده است، به ما و شما فرستاده شده است. اسید گفت چه بگو منم مسلمان بشوم، چیکار کنم؟ مصعب گفت زود برا غسل کن، لباسای تازه و آزاده، لباسات اگر مقصد نجاست داشته باشن عوض کن، بیا کلمه شهادت بر زبان بران، در رکعت نماز بخون، انشالله تو شریکی ما بشی. اسیدم در حال غسل کرده، آمد کلمه شهادت بر زبان راند، در رکعت نماز خواند، شد مسلمان. بعد گفت حال پیش شما گفت سروری قبیله اوس سعد ابن معاذ میفرستم. یک چیز در یاد داشته باشه که اگر همین مرد مسلمان شوه تمام اوس مسلمان میشوه. هیچ کس فرموده ای یک سری موی خارج نمیشوه. برای تمامی قوه حافظه و تمامی هنر استعداد اختونه استفاده بره. و آمد به نزد قوم، آمد که سعد ابن معاذ قطعی کمپانی ششتگی صحبت دارن، او وقت حالی شراب حرام نبود، بعد اینا ولی مسلمان شدیان، اما ستا زده است یعنی برای گرم کردن این مجلس. اما سعد ابن معاذ ناخواست چشمش در اسید غلطید، یک 10 متر دورتر اومده است، چشماش دید نور دارن، چهرش نور میباره. گفت قسم به خدا این اسید گرگون شد، این اسید پیشینه ده نمیمونه، اینا چی دردی رسیدش؟ آمد نزدش گفت چیکار کردی؟ گفت رفتم خیلی دشنا و حقارت شو کردم، بسیار جوانای با ادب صالح بدیان. گفتم بدیل جان قبول این حوزی میریم، حوزی هم نام خورده استبداد، گفتن همین نام رو میخریم میخیزیم میریم. لیکن گفت من یک چیزی دیگه شنیدم یا سعد، قوم بنی حارثه به قصد کشتن اسعد ابن زراره شمشیر گرفتن و وادستیان، میخواهن هم پسری خولای تر بکشن تا تو خجالت زده و شرمنده شی. برای به آبرو کردن تو بنی حارثه میخواهن اسعد کشن. اکی اسعد پسری خولای سعد است که به قبیله اوس اومده است، نباشه خزرجی ها جرأت نمیکردن نزد اوسی ها بیایند، یا اوسی ها جرأت نمیکردن نزد خزرجی ها روند. این بنی حارثه هم یکی از همون قبایل اوس است. اسید اینجا دروغ گفت از خودش، اگر ایگه پناه میگفت سعد ایجوش نمیخیست. وقتی این سخن گفت خون در سری سعد زد، پری در جاش خیست، نعره زنان شتابان اومد نزد شو. گفت یا اسعد عجلت رسیده، چی در داری؟ ای بدبخت خاطری همون بیوه خوله ماینه باشه پورا پورت میکنم، چیکار میکنی تو؟
چرا تو به جای ما اومدی؟ تو مگر کینه و کدورتی بین خزرج اوس نمیدونی؟ جوانمرد همینجا یگان کس بکشد. سوال و جواب شرمندگی در گردن من میافته که پسری خالش در نزدش کشتم. خزه گفت خروبتون بکشه. قطعی جوانی مکی قرشی مصعب گفت یا سعد تو سرور این قبیله هستی، تو پادشاه این قبیله هستی. این جایی که ما اومدیم حقیقتا مکانی تو هست، محل مرزی تو هست، به اجازت اومده معذرت، اما امکان داری که یک دهن سخن ما را گوش کنی و توکلت به خدا. قسم به خدا گفت اگر به تو معقول نشوه دیگه حیاتی داریم کوشش میکنیم که در چشمت نرسیم، در چشمت همین چشم رس نبینیم. او را چی میشه و ترکی گپ گوش کنی؟ سعد بن معاذ بسیار خیرتمند بود، با عقل بود، سردار قبیله به خیرت میشود. گفت انصاف کردی، گپی درست گفتی. الحمدلله من قدر عقل فراستی دارم که سخن سره را از ناسره جدا کنم. مثل اسید نیزه شد در زمین خلانده اومد در نزد ششت گفت گپ زنی و مصعب شروع کرد. واقعی این قرآن بزرگ یک جاذبه داره. سبحان الله. وقتی در نزد سعد قرآن تلاوت کرد، سعد آب و ادا شد، با خود اندیشه کرد که یا سعد اینجا کلام خدا را در نزد تو خوندستیان، در صورتی که تو با پند نصیحتی بنی قریظه یهود عمل میکنی. اوسی ها با بنی قریظه با قوم از یهود معاهده و دوستی داشتند، شرطنامه داشتند و همون یهودی های بنی قریظه سعد ابن معاذ ترس داده بودند که واخش در سرت بگی میگن یک پیغمبر پیدا شده است، این به هیچ وجه پیغمبر نیست، زیرا که پیغمبرها فقط باید از بنی اسرائیل باشند، از بین یهود باشند. اینا خیلی فند فریبش میکردن بیچاره را. از همون خاطر سعد ابن معاذ در ابتدا بسیار با یک تیزی و تندی و خشم اومدن اینا را استقبال کرد. اما وقتی آیه قرآن گوش کرد گفت آیا به تو ارزنده است که تو سخن خدا موندگی، سخن خدا که به زبان مادری تو به زبان عربی به این حد اعجاز بیان شده است، تو گپ کدام یه یهودی بدبخت گوش کنی؟ عقلی تو کو؟ تو نخواه در مقایسه و در صلح صلاح بین عرب ها یهودی ها را داور کنی؟ یهود بطور داوری کرده میتونه، در هر کار داور کسی را میکنن که ورزیده باشه، عقلش برسه، با فهم باشه. آیا میسزد که برای گپی بنی قریظه تو کلام خدا را ترک کنی؟ ببینه خدای تعالی که هدایتت کنه چه راه میابی. ابو جهل ملعونه که خیش تبار رسول الله صلی الله علیه و سلم است، با چشمش چندین معجزه ها را دید، قرآن از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنید. خداوند که از هدایت محرومش کرده بود تا چند گمراهتر و گمراهتر میشد. اما سعد ابن معاذ پهلوانی که ببینه حضرت صلی الله علیه و سلم با چشم ندیده بود، وقتی قرآن شنید خداوند که هدایتش کرد دیگرگون شد. حال اسلام را آورده رنگ روش تغییر یافت. اسعد در گوش مصعب گفت قسم به خدا این حال مسلمان نشید است، از چهرش نور باریده است، انشالله قلبش نرم شد. سعد ابن معاذ همه مثبت و منفی ها را یک سه گذاشته، اندیشه کرد که واقعا حق به جانب خدا و پیغمبر خدا است. حقیقتا در هر کار قضاوت باید شخصی که ورزیده باشد. یک آدمی که چیزی را نمیفهمه اگر همون را داور موندی، در بین خوزش موندی، یا حکم میکنه که دو طرف همه را شرمنده و رسوا میکنه. این حقیقت دارد. روایت میکنن